دوستان گلم با من همراه باشین بدون خامه یک کرم خامه‌ای عالی خونگی آماده کنیم. 4 تا زرده تخم مرغ، 200 گرم شکر و یه بسته وانیل. یه بسته وانیل معادل 5 گرم. اینا رو خوب با هم مخلوطشون میکنم و برای اینکه بهتر مخلوط بشن 1 لیوان شیر از 4 لیوان شیری که داریم به این مخلوط اضافه میکنم. 100 گرم پودر نشاسته ذرت رو بهش اضافه میکنم. خوب مخلوطش میکنم. یه مقداری هم دورگیری میکنم. 3 لیوان شیر برامون باقی مونده از 1 لیتر شیر. روی حرارت میذارم فقط تا حدی که گرم بشه. بعد از اینکه گرم شد به مخلوط تخم مرغ و شکر اضافهش میکنم. در حین اضافه شدن چون شیر یه مقداری داغه باید همزده بشه. بعد دوباره این مخلوط رو توی قابلمه میریزم و روی حرارت میذارم. حرارت حتما کم باشه و دائم هم بزنین. کرم کم کم داره سفت میشه. خیلی باید مواظب باشین که ته نگیره. از روی حرارت بر میدارم و 70 گرم کره بهش اضافه میکنم. میتونین بین 50 تا 70 گرم کره به این مخلوط اضافه کنین. این کار رو تا داغه باید انجام بدین. بعد 70 گرم شکلات سفید بهش اضافه میکنم. اگر خواستین کرمتون رو رنگی کنین حتما شکلات سفید بهش اضافه کنین. اما اگر خواستین رنگش قهوه‌ای باشه یا کاکائویی خب میتونین شکلات قهوه‌ای بهش اضافه کنین. اینم بین 50 گرم تا 70-80 گرم میتونین شکلات بهش اضافه کنین. شکلات رو برای خوش‌طعم کردنش اضافه میکنم. بعد اونو توی یک کاسه میریزم. یه مقدارشو نگه داشتم چون من میخوام تمام کرمم رو رنگش کنم. اول یه مقدار رو رنگ میکنم چون اینجوری خیلی راحت تر مخلوط میشه. یه مقدار رنگ میکنم و بعد این مقدار کرم خامه رو با تمام کرم خاممون مخلوط میکنم و یه صورتی خوش رنگ دارم برای استفاده. روشو با نایلون میپوشونم تا کاملا خنک بشه. من داخل یخچال گذاشتم و ببینین چقدر سفت شده. میتونین با همزن اونو دوباره هم بزنین تا یک کرم صاف یک دست و کشدار بشه. الان کرممون آماده کاره. شما میتونین از این کرم برای تزیین انواع کیک و کاپ کیک و انواع دسر استفاده کنین. ببینین چه کرم صاف و یک دستی شده. خیلی راحت با قیف و ماسوره میتونین کار کنین و هر تزیینی که خواستین روی کیک ها و دسرهاتون پیاده کنین. این برای کسانی که با خامه مشکل دارن و خامه توی دستشون آب میشه و نمیتونن سریع کار انجام بدن خیلی راحته.
دوستان عزیز، خدا نگهدارتون.